آدم وقتی تنهایی واقعا تنهایی سخته. امیدوارم هیچ کسی که زندگی تنها نمونه. بیش از 11 سال همین زندگی منه. خودم باید گوش بدم، خودم باید بسازم، خودم همه کارامو بکنم با امید خدا. چاره‌ای هم جز این ندارم، چون کسی رو ندارم که دادم برسه. بچه چرا؟ بچه دارم، یه دختر پسر دارم. متاسفانه دخترم ماشاءالله بزرگم هست، ولی خب هیچ کمکی هم به من نمیکنه. نه لازم مثلا مقارنش از لحاظ همین کارا خودم هیچ کمکی نمیکنه. مجبورم خودم بشورم و چی بسازم. آدم شکر، خیلی خوب واقعا آدم ندار. خدا شکر، الحمدلله، خدا شکر. ولی خب سپاسگزارم خداوند. آدم ندار واقعا نبودنش از بودنش بهتره، چون واقعا وقتی بخواد تو سختی و بدبختی سر کنی اصلا به درد نمیخوره. زندگی خدا ما رو آفرید برای که آرامش و آسایش داشته باشیم، ولی متاسفانه برم الان بیش از 11 سال هیچ آرامشی متاسفانه خدا ببخشه ولی نداشتم. واقعا هیچ آرامشی نداشتم. همیشه سعی کردم یک جوری سر ببرم، ولی خب خدا میدونه که آرامش نداشتم. زندگیم شده همش خونه دل خوردن. اولش زجر کشیدم، واقعا همینجور شد. اولش زندگیم زجر کشیدم، حالا با این شرایط آرزوی مردم. زندگی وقتی که کس باشی، کسی رو نداشته باشی کمکت کنه، پولم که نداشته باشی، اصلا نمیدونی چی کار بکنی. بیرون کار کنی، داخل کار کنی، یعنی بیرون از خونه باشه، مثلا خونه کار کنی. خب بیرون خونم که کار نیست، بیکاری امونمو بریده. بیکاری کنم خب کار نیست. از طرف مثلا مخواد کار بده، میاد چیکار میکنه؟ میاد بیکاری دیگه، میاد ببینه بیکاری سوء استفاده میکنه. مثلا مزد بنا که مثلا 1 میلیون تومان باشه، حتی الان با برج 40 میلیون هم نمیشه زندگی کرد. مزد 1 میلیون باشه میاد سوء استفاده میکنه، میگه نه چون کار نیستی که تو مجبوری. میاد میگه باید مثلا 500-600 تومان برام کار کنم. خب با 500-600 تومان کار کردم، خدا وکیلی آدم میخواد چیکار کنه؟ برای بنده خدا چند روز کار کرده، به قول خودش بگی 500-600 به ما میداد. 500-600 به ما میداد. شب که کار تمام شد تازه کلی هم اضافه کاری با هم استادیم که مثلا ساعت کاریمون اضافه کاری بده بودن. متاسفانه بنده خدا اضافه کاریامون حساب نمیکرد، نمیداد. بعد خلاصه هرچی شب که میشد مزد میگرفتیم. روز بعد پول نداشتیم، ما به 600 تومن پولی نبود. دقیقا چون تو خونه هم که مثلا کسی رو نداریم، یعنی چیزی هم نداریم واسه پخت و کار مثلا بخواد آدم واقعا درست کنه، بگم نبود. واقعا چیزی نبودش. آدم حیرون میمونه چی کار کنه. نمیدونم دیگه حالا چی کار باید کرد، نمیدونم. فقط اونی که میدونه خدایه، جز خودم هیچکی نمیدونه باید چی کار کرد. خب من پناه میبریم به خدا، چون جز خدا. این مال یخچالم، یخچالم هم که نشون دادم پر از خالی. بذارم اینجا رو باز که بعدا ازش استفاده کنم. آره. زندگیم شد خونه دل. قولو بنده خدا شعر میکنه، میگه شرمنده
جوانی از این زندگانی هم. واقعا جوانی که نداره مال دنیا بمیره بهتر تا زنده باشه. آدم وقتی مال دنیا نداشته باشه، من نمیدونم خدا چرا اصلا طرفی که نداره چرا خدا زندگی نگه داره. من واقعا توی حیرت موندم. اضافتش کنم دوباره بذارم. آره زندگی من شده این، یعنی مرگ، یعنی درد، یعنی غم، قصه. آره خب به طرف میگه هیچ کس حالش نمیشه که